سلام و درود به همه شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی پیک شادی. من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و امیدوارم این هفته هم فرصت همراهی ما رو در این برنامه کامنت داشته باشید. بابک، این برنامه کامنت چه بخوایم چه نخوایم یه جوری ربط داره به این نمایش مفتضح انتخابات خامنه‌ای که روز به روزم مضحک‌تر میشه و هر جاشو نگاه میکنی خودش پر از کامنته. بله، منم اتفاقا رفتم دنبال مثلا یه سوژه پیدا کنیم یه کمی از این انتخابات بیان بیرون، دیدیم همه سوژه ها ربط داره به انتخابات. یه جوری به این داستان اساس کار رژیم هم شده همین سیرک. آره دیگه، شب و روز خامنه‌ای همینه. حالا پیشنهاد میکنم قبل از همه از کاندیدای نور چشمی خامنه‌ای یعنی آخوند رئیسی شروع کنیم که الان ریاست جمهوری و نمیدونم البته بزرگترین چالش خامنه‌ای وعده 1 میلیون مسکن و اینا رو بیخیال شده، الان رفته چسبیده به نمایش انتخابات خبرگان. همونطور که ملاحظه میکنید رئیسی در برنامه تلویزیونی انتخاباتی خود اگر مردم خراسان جنوبی به من رأی دهند در کنار مسئولان استان برای شهرها و روستاها برای رفع مشکلات تلاش میکنم. اگه رأی بدن اگه رأی ندن تلاش نمیکنم. ببین حالا فهمیدید چرا تو این 3 سال رئیسی هیچ غلطی نکرده؟ نگه داشته بود که 3 سال بعد بشه کاندیدای خبرگان تو خراسان جنوبی، اونجا بره وعده هاشو تازه شروع کار کردن. یارو بی سواد جانور یه طوری صحبت میکنه انگار رهبر حزب اپوزیسیون، قدرت دستش نیست، تازه میخواد بره قدرت بگیره. بابا تو 3 سال رئیس جمهور بودی، رئیس جمهور مثلا بودی کل کشور، بعد رفته هنوزم که هستی، هنوزم هستی، رفته قول میده اگه خبرگان بشه مسئله روستاهای خراسان، نه همه خراسان، تازه اونم خراسان جنوبی رو حل میکنه. سوال همین، اصلا این میخواد بره تو مجلس خبرگان. مجلس خبرگان چه ربطی داره به روستا و شهر خراسان؟ اینجاش ربط داره، اینجاشو بی ربط نگفت. ببین مجلس خبرگان کارش چیه؟ تعیین رهبر، که البته اینا غلط میکنن رهبر تعیین کنه. رهبر که تعیین شده است، جانشینش هم خودش معرفی میکنه، خودش هم میگه کیا بیان که رأی بدن کی رهبر بشه. یکی هم نظارت بر رهبر، که اینا غلط میکنن که نظارت کنن بر رهبر. چه کاری برای اینا میمونه؟ همین دریوری حرفای مفت وعده و وعید دیگه. پس این کار درستی کرده. پس از این بابت آخه بعد حالا موضوع دیگه اینه که این تنها کاندیدای خراسان جنوبی بود، چرا گفته بیاید رأی بدید؟ رأی میخواد چیکار؟ این که تن رقیبی نداره که. اطلاعاتت میونه قدیمی ها، یک رقیب براش آوردن، چه رقیبی تراشیدن که اصلا یه رقیب میگی 100 تا رقیب ازش. اینه الان رقیبه. آره، یه جمله تاریخی هم گفته تنها رقیب اصلا اسمش هم از تنها رقیب رئیسی، برای پرشور شدن انتخابات آمدم نه رأی گرفتن. عجب. ببین خامنه‌ای رفته برای اینکه این فضاحت بی‌رقیبی رئیسی رو حل کنه، یه ماموتی رو از یه قاری برداشتن آوردن و توضیح ندادن که انتخابات چیه. این آمده اصلا برای رأی گرفتن نیومدن. میگه من برای رأی گرفتن نمیدونم. مثل این میمونه کشتیگیر بره وسط دوشک قبل از اینکه سود بزنن ضربه فنی بشه که من اومدم بگم من اومدم ضربه فنی بشم. باور کن مهران اگر رئیسی رو خامنه‌ای از صندوق بی رقیب در می آورد فضاحتش کمتر بود تا چنین رقیبی براش بتراشه. بابک من میگم این تکلیف این رئیسی که روشنه، یعنی اصلا خب این 6 کلاسه دروغگو و اصلا اهل این صحبت‌ها نیست. بریم یه نگاهی بکنیم ببینیم 4 تا از این کاندیدای متخصص اینا چیزی برای گفتن دارن، یه بررسی کارشناسانه تری بکنیم. من این بررسی رو کردم. این دوره انتخابات مجلس تا دلت بخواد کاندید متخصص داره. به قول غربی‌ها همه تکنوکراتن. اولیش با هم نگاه کنیم ببینیم چی گفته. اگر ما بتونیم زهکشی اراضی بیاریم و یا تولید برق فیبر نوری بریم در این بیابان بزنیم، برق تولید میشه، هم به کشور همسایه میفروشیم. چی گفت؟ تولید برق فیبر نوری چجوریه؟ یک ذره احساساتو کنترل کن الان میگم. ببین شنیدی میگن طرف از آب کره میگیره، مصداقش همین یارو وحشی از فیبر نوری میخواد برق بگیره. حالا داستان چی بوده؟ این داشته میرفته بالای سن صحبت کنه، بعد این بغل دستش گفته اونجا میری بگو مشکل برقو حل میکنم، مشکل فیبر نوری رو هم حل میکنم. این اومد اونجا یادش رفته چی بگه، اینا رو سر هم کرده تو یه جمله که شده تولید برق فیبر نوری. دقیقاً گفته که یه جمله بسازم این شده. ولی خب به نظر من خیلی کار بزرگیه. خیلی جمله اگه بشه دریا دوغه دیگه.
میگم این که خامنه ای میگه کاندید اسلح، اینا منظورش همیناست دیگه. بله بله دقیقاً. ببین این کاندیداها واقعا مظلومن. یکیشون هست که اصلا زار میزنه از ظلمی که بهش شده. با هم نگاه کنیم، فقط احساسات نگرد به گریه نیفتی از ظلمی که به این شده. من بنده فقیری هستم، من بنده مظلومی هستم در بارگاه خدا و من ظلم شده. کسی که بهش ظلم شده دین بهش اجازه میده صداش رو بلند کنه. آره دیگه، حقوق 200 میلیونی و بعد سهم آجیل و سهم جشن و سهم عزا و خیلی تازه با این وضعیت خیلی ظلمه. تازه با این وضعیت شبا میره اسنپ کار میکنه. آره، یه وضعیت کار خب میکنه. شب و روز ندارن اصلا. تازه یکی دیگه هست از این کاندیداها، آدم واقعا احساس خجالت میکنه از همین کلمه کاندیدای مظلوم. میگم احساس خجالت میکنه از کلمه کاندیدا به اینا میگه. مثلا کاندیداها که برای اینکه بهش ظلم نشه رفته به فرماندار قزوین نوشته، یه موجودی هست به اسم فاطمه محمد بیگی، رفته به فرماندار قزوین نوشته اگر 9 تا اسم نوشته، از این 9 تا اسم کسی تو برگ رأی نوشته بود منم اشتباه نشه. بله. آها، نوشته احتراما این جانب فاطمه محمد بیگی، بعد به اسامی زیر شهرت دارم: دکتر فاطمه محمد بیگی، محمد بیگی او از همه مسخره تر اینه خانم دکتر. یعنی هر جا خانم دکتر بود منظور اینه. بله منظور. ببین آدم واقعا وقتی این کاندیدای رژیم میبینه، من همیشه یاد اون جمله تاریخی ویکتور هوگو میافتم، میگه بعضی انسان‌ها رو که آدم میبینه بعد از برخورد با اینها علاقه داره هر خوکی رو میبینه به احترام جلوش خم بشه. منظورش همین بود این یارو. ببین این طرف انقدر دکتر گرفتن براش دور از ذهن غیر واقعیه که اینجا سرونده که فکر میکنه تنها خانم دکتر ایران اینه که هر کی گفت منظور اینه. هر کی گفت اینه. مثل اینکه یکی آمده بود تهران گم شده بود، میگفت اون خونه ای که میخوای بری کجاست؟ میگفت اون خونه جلوش پارکینگه. گفت تهران خیلی خونه ها جلوش پارکینگ. حالا داستان این خانم دکتره. خب تموم شده، ادامه داره هنوز. میگم کاندیداهای تکنوکرات. بریم سر یکی دیگه اش، ببین این یکی دیگه. چی شد تو شهر خودشون جلوی طرفداراش داره برای اونا انگلیسی حرف میزنه؟ عجیبه. ببین باور میکنی من از روزی که این کلیپو دیدم همینطوری فکر میکنم که رابطه بین انتخابات رژیم و صحبت کردن انگلیسی توی شهر شمالی ایران توسط این یارو چیه؟ هر چی فکر میکنم به این نتیجه نمیرسم که چرا باید یک دونه کاندیدا بره توی شهر شمالی ایران انگلیسی صحبت کنه برای تبلیغات انتخابات. احتمالا انگلیسیش هم بری آنالیز کنی انگلیسی هم نبوده، هیچ انگلیسی هم اون رو نمیفهمه. حالا بریم بعدی، هنوز تموم نشد. بله ادامه داره. بله ادامه. بریم بعدی. یادم شما بچه‌های زیبه عشق محمد وکیل ما خوش آمد. این الان میتینگ انتخاباتی بود دیگه، نه؟ میتینگ که به این شور و شری. ببین مهران، تو تصویرت از میتینگ انتخاباتی اینه که یه آدمی بره راجع به برنامه‌هاش بگه میخوام این کارو بکنم. این اصلا چند تصویری تو رژیم وجود نداره. میتینگ انتخاباتی عبارت است یه سری ادا، اطوار، رقص، آواز، بزنه بکوب. بعضیا اومدن رفتن میتینگاشون انداختن رو عروسی مردم. مثلا دیدن یه جا جشن رفتن تولد یه چیز گفتن ما اومدیم. بعد طبق فقه خامنه ای هر حرامی تو فقه خامنه ای زمان انتخابات حلاله. اینا باید بعد انتخابات گشت ارشاد وارد این مقوله. در زمان انتخابات امر به معروف و اینا که مال بعدشه. بعده هر چی بگی آزاده. هر کاری برای آدمای رژیم ها، نه مردم. حالا اتفاقا یکی از کاربرای فضای مجازی همین داستان قبل و بعد از نمایش انتخابات رژیم رو به تصویر کشیده که اون رو هم با هم ببینیم. سلام.
شنیدید کاندید شدم؟ آره آقا ان شاء الله موفق باشید. کجا تشریف میارید؟ دارم میرم سر کوچه 2 تا وسیله بگیرم. بفرمایید برسونمتون. آقا زشته آقا. آقا ما خدمتگزار. آقا آخه من روم نمیشه. بفرمایید. عجب. سلام آقا. سلام. شنیدید انتخابات رای آوردن؟ آره آقا مبارک باشه ان شاء الله. کجا تشریف میارید؟ میرم تا سر کوچه برگردم. صندلی. وطنم ای شکوه پابرجا. خامنه ای از فروردین 402 خودش شروع کرد به بازارگرمی برای نمایش انتخابات و اینها. حالا بعد از گذشته این 1 سال همه محصول این بازارگرمیش همین بود؟ نه، یک برگ آسی رو کردیم وسط مسطا. ببین برگ آسش رو نگاه کن. بله، برگ آسش هم با هم ببین. ما فهرست اصلاح طلبان نیست، فهرست اصولگراها هم نیست و یک فهرست خاصه و در واقع صدای مردم، صدای ملت. دیواری که کشیده شده بین مثلا گروه اصلاح طلب و اصولگرا در واقع یک دیوار مسئولی. این متحرک رد صلاحیت شده بود که. ببین خامنه انقدر وضعش خرابه، این یارو رو که قبلا رد صلاحیت کرده بودن رفتن آوردن گفتن تو یه لیست باسمه‌ای جور کن که مثلا انتخابات فراجناهیه. اینم رفته یه لیست جور کرده همه جور وحوشی توش هست که مثلا خامنه دلش خوش باشه که انتخاباتش یه رقابتی تکثری توش هست. منتها چه امامزاده‌ای دخیل بسته. گفت عبور کرده از اصلاح طلب و اصولگرا و رفته زیر عبای خود خامنه ای. گفت من اصلا فراجناهی ام، از همه چی عبور کردم، صاف رفتم زیر عبای. بعد اون داستان قالیباف و پایداری و اینا چی شد؟ اونا هم داستانش ادامه داد. اینا 3 سال پاچه هم دیگه رو میگرفتن. قالیباف و این پایداری چیا؟ توی انتخابات پایداری چیا رفتن به قالیباف گفتن اگه میخوای رئیس مجلس چی باید به تو لیست ما. اینم که تا رئیس مجلس گفتن تمام رفقاشو فروخت. دو پا که نه، این 2 پا نیست، 4 پا رفت تو لیست پایداری چیا. انقدر مفتضح بود که یکی از همریشاش محمد مهاجری یه توییت کرده. تو توییتش ببین چی نوشته به قالیباف: آقایان قالیباف و محصولی پایداری چیه؟ کاسب قدرت و ثروتن. قالیباف نفر خود قالیباف تو قالیباف، محصولی هم نماینده پایداری چیاست. کاسب ها ظاهرا توی سرکله هم میزنن، اما وقتی به خلوت میرون همه چیز رو تقسیم میکنن. نمونهش ائتلاف 98 رو امسال بر سر انتخابات میماند آقا تهرانی، یه رو آخونده هست که مثلا پایداری چیه که همه نقشش تایید توافق کاسب ها و مالکشی کار آنهاست. تفلکی پایداری چی های سادلو. ببین قشنگ میگه انتخابات عبارت است از غارت، تقسیم غارت و قدرت بین این باندهای وحشی. دعوایی که سر لحاف مولا. خب مردم ما هم که کل اینا رو میندازن تو زبالدان تاریخ. گفتی زبالدان، یه نگاهی هم بندازیم به داستان تبلیغات انتخاباتی. خیلی که جالبه. یه سری جاهایی دقیقاً افتاده رو همین سطح زباله. بله. ببین مهران، این عکس زاویه دید و طوری انتخاب کردن که صندوق رأی شده زباله. حالا یه دونه فیلم هست که اون درست زده به خال. اونم ببینیم. جاش خیلی خوبه، روی سطح آشغاله. این دیگه کندن نداره، خودش رفت رو سطح آشغال. مهران من این دفعه تمرین کردم واقعا کامنت یه جمله‌ای رو یه جمله بگم. میتونی امتحان کنی؟ یعنی هر چی بگم یه جمله، هر چی بگی یه جمله. اصلا مفهومم نباشه من یه جمله بیشتر نمیگم. تمام. ببینیم اینم عکسه. ببین اینجا این آخونده داره داد میزنه میگه اون 200 میلیون تومان ما چی شد؟ یه جمله حقوق 200 میلیون. آره عقب افتاده از اون 200 میلیون یا سرمایه‌گذارش ممکنه نگرفته باشه. خب بینندگان عزیز، ممنون که با ما همراه بودید. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار همگی شما. خداحافظ شما.